رابطه پایگاه ولی از کوی ذات انگلیسی سینه‌شون سفید پوش میبیاد در مسافه 2000 متر پیش رفته ایستادند. اسب شهر خوجان، اسب با نام اولتیماتوم، صاحب اسب رستم، سوار و مربی اسب مانونوف پایرام، اسب ناحیه فرخور، صاحب اسب حکیموف محمدی، مربی و سوار اسب اصلان امروپولوف، اسب با نام خیریوی، اسب ناحیه مسجون، صاحب اسب میرزایف عبدالخلیل، سوار اسب باشقرانوف مربی باسیدو، اسب با نام میگیون، اسب شهر کنی بادام، صاحب اسب دانیار اشورов، سوار اسب منصور بابا کلونov، اسب با نام مسکن، اسب شهر خوجان، صاحب اسب سعیدov، سوار اسب دوستیف، اسب با نام رداکتور، اسب شهر خوجان، صاحب اسب رحمتov، اسب با نام مارین، اسب جمهوری ازبکستان، اسب با نام فراری، اسب شهر اصفهان، صاحب اسب سنگینوف، سوار اسب پیرام محمد، اسب با نام کراباش، اسب جمهوری کرغیزستان، کدومش گذاشتی زفتی هم؟ ای نره هم ما چی گفتم مالا به سن می‌کنی از این شروعچانی مسابقه پایگاه بین اسبای ذات انگلیسی سینه‌شان 4 ساله و بالا به مرا رسیدند. ضرب گذاشتم ضرب چی نشون داد؟ یا جمعیت ما تا خیلی کتکاله یا برخوردی دیگر